عشقم برو بالا لباساتو جمع جور کن، بهم زنگ بزن میام دنبالت. باشه عشقم، خداحافظ. اگه عشق و عاشقی تموم شد بریم داداشی من واقعا ازت معذرت میخوام، معطل شد ببخشید. میگم یه چیزی بهت میگم ناراحت نشی. این چی انتخاب کردی؟ کل دستاش تحت و مهتم، معلومه مثلا این دخترای خوبی نیست. اگه بحث تتو میخوای فردا دیگه با منم نگرد، چون منم تتو دارم، حس کنم آدم خوبی نیستم. چه ربطی داره داداش؟ اون دختره، من میگم به درد تو نمیخوره. میشه ازت یه خواهشی بکنم؟ تو رابطه من لطفاً دخالت نکن. الانم خیلی دیر شده. اوکی، از ما گفتم بود. بریم. خیلی خوشحالم که از نزدیک میبینمت. در ضمن این رفیق منم اصلا به درد تو نمیخوره. میگم چقدر خوبه آدم رفیقش جلو جنس مخالف بشناسه. چی داری میگی؟ دوست دختر خودت با من هماهنگ کرده که منو ببینه. این رفیقت همش تو دایرکت منو استوریامو لایک میکنه ها، چیکارش کنم؟ رفیق من؟ خب اگه راست میگی یه قرار باهاش بذار ببینم میاد سر قرار. ایشون پیام داد شما چرا سین کردی؟ بعدشم من از هر کی خوردم مثل تو سر تا پاش به رفاقت میاد. رفیق بناشم.